الان بحث عراق شد، من یادآوری میکنم اون خاطره‌ای که شما در زمان وزارت اطلاعات و مسئول اطلاعات خارجی فکر می‌کنم جزء معدود افرادی بودین که با خود صدام دیدار کردید. رفتید بغداد. من یه سفر 74 داشتم، یه سفر 76. اون زمان فکر می‌کردید که صدام رفتنی باشه و الان به قول خود حضرت علی که اشاره می‌کنید یک نیروهایی بیان که با ما اونجا هم جهت و هم موضع باشه؟ بله، ما اون موقع دستمون بالاتر بود. عجب. بله. صدام هم مثلا اینو کاملا درک میکرد. ما یه زمانی رسید که داشتیم داستان عراق تموم میکردیم و همسایه ها نذاشتند و به امریکایی‌ها، اصلا امریکا اومد اتفاقا همین کاری که الان بعد امریکا به نفع اسرائیل اومد انجام داد در عراق، داستان خیلی عراق پیش رفته بود. ما یه سفری، مرحوم آقای دکتر حبیبی معاون اول بود، آقای دکتر ولایتی هم وزیر خارجه بود، منم هم به عنوان اطلاعات خارجی سفری رفتیم سوریه. جلسه طولانی با حافظ اسد شد، 4 ساعت طول کشید جلسه. همین بحث تحولات عراق بود. نقشه عراق رو باز کردیم، این کف اتاق یه نقشه بزرگ عراق رو برده بودیم و انداختیم کف اتاق و توضیح میدادیم که چی اتفاقاتی تو عراق افتاده. حافظ اسد خودش تعجب کرد خیلی که ما تا این حد مسلطیم. یعنی بخش زیادی از بغداد دست نیروهای انقلابی بود، خود شهر بغداد، حالا استانهای زیادی که کردای طرف، شیعیان جنوب و غرب عراق و شرق به سمت مرز ما و اینا، که خیلی از استانها رفته بود که غیر قابل تصور براشون بود، با جزئیاتی که ما میگفتیم که اینجا اینجوری اینقدر نیرو اینجاست، اینقدر نیرو اینجاست. امریکایی‌ها به فریاد صدام رسیدند و یه مرحله همون داستان انتفاضه شعبانیه که شد و بعد اومدن به کمک صدام، یعنی اجازه دادن صدام آتش سبک هوایی با هلیکوپترهاش، چون فضا رو بسته بودن، هواپیما نمیتونن بلند شن، هواپیما عراقی، و با آتش توپخانه سنگینش و با ماشین زرهی و قتل عام شدیدش جلو انتفاضه رو گرفت. یعنی اون ایامی که ما تو همین دیدارها و این چیزها بود، ما دست بالا داشتیم و آمریکایی‌ها دیدن که اونا اومدن سرمایه‌گذاری کردن، داره کمپلت دست ما در برای ما میشه. برای ما که همین نیروهایی که همسوی با ما بودن. آره دیگه، همین شیعیان و همسو، سنی‌هاش هم خیلی هاشون همسو بودن، کردا خیلی باز همسو بودن.